مادر. این غلیب است کو؟ چی؟ چه خیلی غلیب؟ مگر نامی پدر این دختر مدحت نیست؟ غلیبی که پدرم را زندانی کرده است. مادر اشتباه نمیکنید، باوری دارید؟ نه خود که او را نشناسم، اسمش را عوض کرده است اما جسمش همان است. کثافت خدا زده. تو دختری غالب هستی. از بین 35 میلیون جوان پسری مرا چه یافتی؟ آرام شوید مادر. تو این پسری من شدی. تو دختری دشمنی اشدی مایی. دشمنی اشدی ما. این خودش چی گفت؟ خواهش میکنم مادر جان التماس. باوریم نمی آید. یاسمان آیا پدری مرا زندانی کرده بود؟ نه خود که چنین باشد. امیر از نزد این دختری کثافت دوری است. مادر آرام دور شوید مادر. سبب تمام بدبختی های آنلاین ما اوست. از نزد پسرم دوری. خواهش میکنم پسری مادر. مرا آزاد نگذاشتی. آزاد نگذاشتی. چی میخواید مادر؟ تمامی خوراک‌های خورده‌تان، تمامی لباس‌های پوشیده‌تان با شما حرام باد. شما حق یتیمان را می‌خورید. وای بر حال پدرتان. شما چی ها میگویید؟ دروغگویان، حرام خور شمایه. چرا دروغ میگویید؟ بس کنید بس. همه‌تان خاموش شوید. پدرم بیمار شده عذاب میکشد، شما باشید غوغا و جنجال میبردارید، با آدم‌های بیگناه تهمت میزنید. خدایا با من کمک کن. یاسومان از پیشم رفت. التجا میکنم. نمیروم. حالا باشد مرا خوب گوش کن. من 13 ساله بودم که پدری مرا تهمت کرده زندانی کردند. قسم خورده بودم که انتقام این حقی را میگیرم. دشمنی پدرم دشمنی من هم هست آخر. اما با فرزندان دشمنش دشمنی ندارم. دشمنی هم نمیکنم. خواستم که با تو خانه‌دار شوم. هر روی ما نمیدونستیم که پدرهای ما دشمنی جانی هست. در تقدیرمون چنین بوده است یاسومان. غمگین مباش. اینقدر با آسانی جدا میشوه. اویلهتون از من نفرت دارد. علاوه بر این پدری مرا سیاه کرده ایستاده. این چگونه تقدیر بوده است؟ این چه خیلی میشود امیر؟ تصور کن که هر کس با یکدیگر صحبت نکرده گذشته را فراموش میکنه. فراموش کنیم؟ با یکدیگر یک لحظه زندگی نکرده جدا میشوه. من همیشه دعا میکردم که پروردگار مرا در انتخاب شوهر مشقت نده. از یک طرف شخصی دوست داشتم، از دیگر طرف پدرم. شما باشید که ها انتخابتون را کردید. کارها بد شده است، لیکن تو رو مرا چی؟ تو رو دوست میدارم. حسیات و تمام حادثه ها مانع عشق من شده نمیتوانم. باید به پایان بیروم. تمام نظارت کارها به عهده من است. من باید روم. امکی محمد
امیر پسرم، پدرت چه حال دارد؟ خدا را شکر، حالشان خوبتر است. خدا را شکر. چرا عصبانی هستی؟ انسان وقتی که با انسانهای بد دعوا میکند اسیر غضبش میشود. ظالمان جای پنهان شوی ندارند پسرم. حتما یک روز نه یک روز وجدانشان آنها را مییابد. حتما به بدیهای کردهشان گرفتار میشود. تا به بدی گرفتار شدنشان باشد دیگران را همیشه زیر عذاب میمانند، حیاتشان را زهرآلود میکنند. بدکاری ها در گذرند پسرم، نیکی بماند جاویدان. این همه موقتی است، وقتش که رسید نیست شده میرود. آدمی که با غضب میخیزد با ضرر میشیند. کوشش کن پسرم تا اسیری غضبی خیش نشوی. انشاءالله عمک محمد. اگر به ارادت حاکم باشی این کارها آسان میشود. کنی بیا رفته پدرت را زیارت کنیم. بفرمایید، به آن طرف. خدایا این چگونه تقدیر است؟ پدرم را به ما برگردان. چی کار میکنی؟ لباسای پدرم رو تیار میکنم. ایست، من میبینم. این تو بوده یا؟ مرحمت بیا. شرف در خونه است؟ بله بله در خونه است. درو. خوش آمدی پینار. خوش باشید. مرحمت بشین. چی کار میکنیم شرف؟ از کجا پول میوبیم؟ نمیدانم. یگان چارش رو مییابیم. من هم به شما یاری میرسونم. چه خیلی یاری میرسونی؟ در اینجا نشسته از پول یافتن سخن میکنی. چی کار کرده میتوانی؟ از برای خدا سفسطه نخوان. به نزد پدرم رو. بخیر است؟ باز شد 24 ساعت دیگرت مانده. خاطرت میکنم. چخیره که میبینی ما به ایست در خدمت میباشیم. امیر، ما باید به گلخانه رویم. کار کردنمان در کار. تو همراه فریده به بیمارخانه رو. اکا من شما رو میبرم. نه، ما با تاکسی میرویم. خیر. من کار دارم. شما روید، من دیرتر میآیم. مایلش. ینگا میرویم. چی شد یاشار؟ بسیار غمگین مینمایی.
پدرت چه خیل است؟ خوب است. آیا آیدی جدا شوید؟ یگان مشکلی شد؟ چه خیل جدا شوی؟ نه، حالا در فکر این نیستم. پس چی شده است؟ سخن را از دهانت به زور کشیده میگیرم. کنی دردت را فهمم. بسیار هم پریشانم لیلا. چه گپ شده است؟ در حال باید پول یابم. نباشد به سرم بلای بزرگی می آید. به سرت بلا می آید؟ چرا؟ همین خیل. پول لازم. 75,000 لیره. اینقدر پول نداری؟ 75,000؟ لیلا تو پول داری. اگر مرا دوست داری پس برای من پول یاب. اینقدر پول ندارم. دارم لیکن من با شخصی که خانه دار نباشم اینقدر پول رو داده نمیتوانم. اگر خانه دار می شدیم شاید می دادم. مایلش. فهمیدم. تماشابینان گرامی، خبری تازه عاید حادثه مبادله آدمان طبق تحقیقات‌های گذرانیده شخصانی که فرزند تاجر ثروتمند جاوید گلی را دزدیدند قبلا نیز دست به قاچاقی انسان فروشی زده بودند. نه اپای جانم، برای پدرم لباسی تازه آوردم لیکن در خونه بسیار بد شد. نه حاضر با بیمار خونه می دارم. ینگا بیا یوری عدیا. اپای فریده من می روم. شما صحبت کردن گیرید. چی شد؟ نفهمیدم. با دستتون چی شد؟ مهم نیست. با تو چی شد؟ خونی پدرم بالای فرش ریخته بود. اون رو تازه کردم. غمگین شدم. یوسمان، میخواهم که از یک چیز بخبر شوی. دیشب با پدرم صحبت کردم. در دستی او کارد نبوده است. چی؟ نخود که پدرم خودش رو با کارد زده است. این ناممکن است امیر. پدرم دروغ نمیگوید. او یک شخصی حقیقت پرست است. نیشه حقیقت کار را ندیده است. نافهمی شده است. اکنون یک چیز رو فهمیدم. هر کاری که میکنند به گمانم که برای یک جا نشدن ما میکنند. تیک تک تیک تک تیک تک. وقت رفته ایستاده است. 20 ساعت دیگرت مانده است. اکا یک چیز گویم. کمتر دیگر به من وقت ده. پول کوفته ایستادم. این خیل بی پروا گردی پول از کجا میابی؟ در کنج قهوه خانه نشسته پول میابی؟ فراموش نکن 20 ساعت دیگر وقت داری. خیر است برادر. غمگین می‌نمایی. چی شد؟ هیچ گپ نشده است که موسی. با من یک چای ده. مایلش. انسان باید تمام طرف‌های ضعیف حریفش را فهمد. چخیل میفهمد؟ میفهمی برادر؟ یکم باید دشمن خود را خوب بیاموزی. او را باید خوب شناسی. راست میگویی. او را چخیل میشناسی؟ عقلت را استفاده میکنی برادر. احساسهایش را باید دانی و هم طرفی ضعیفش را. کدام طرفی که ضعیف باشد از همان طرف حمله میکنی. بسیار دانا بوده یکه. البته که دانایم. پول این مصلحت ها رو نمیدی.
رو شکر. پدر جان خیردین زنده است. زنده است. زنده است. همین که شما چشمتان را باز کردید از او پرسان شدید، لیکن اویله او در حق شما سخنهای قبیح گفتند. در حق من چی میگویند؟ گویو که شما پدر آنها رو تهمت کرده زندانی کرده اید و با واسطه قرض بانکی خانه های انسان ها رو کشیده میگرفته اید. آیا همه این راست است؟ بس کنید این سفسطه ها را. آیا تو مرا میبخشی؟ برای شپاتی زدم. کاش میمردم و این شپاتی را نمیزدم. پدر این خیلی نگویید. در دستمان دلیل وجود دارد. چندین روز شد که این را برای شما پنهان کردم. چیکار کنم؟ این را به من دهید. پدر این رو به پلیس میدهیم، شکایت میکنیم. چیزهایی هست که شما نمیدانید. او را به من دهید. شما باشد به هر کار دخالت نکنید. حالا مرا تنها گذارید. برای دخترهایم. برای خانم جانم این لباس های پدرم تازند. فهمو حتما به جایش میمانم. چی شد؟ یگان چیز رو فراموش کردی؟ ماشینت رو میدی؟ ماشینم رو؟ یک دو روز به من لازم است. کلیدش رو ده. چیکار میکنی اشر؟ مرا خواطر نکن. و تو چی شده است؟ التجا میکنم باز یگان کاری بد نکنی. خواطر مباش. برادرت اومد پیاده نه با ماشین. شرف غمگین نشو. با برادرت گپ زن، اقلا مدت پرداخت رو کمی دراز کند. اصلی کارتون نمیدونی. سلام. چی شد؟ پول نیافتی؟ نه پول نیافتم، لیکن راهی پیدا کردنش چی را پیدا کردی؟ به خدا که از این کارهای بی فکرت بیزار شدیم. خواطر مباش دادرم. مونده نباشید. 50 دونه گلی صدبر گرفتن میخوام. من به شما کمک میکنم. مرحمت شنید. تشکری زیاد. صدای تلویزیون رو کمتر بلند میکنید؟ البته من بلند میکنم. قاچاقچیانی که پسر صاحبکار جاوید گلیر را دزدیده بودند پس از گرفتن مبلغ گریختند. گلیر و زوجه او بعد از دیدار پسرش بسیار خوشحال شده به خبرنگاران گفتند که برای ما پول آنقدر مهم نیست. مهم این که پسرمون را صحت و سلامت گرفتیم. حالا میگذاریم به خبرهای ورزشی. هیله خوبه؟ به زحمت پول رو به دست میارن. بله. رحمت عادت کردند. بیایید به شما نشان میدهم. شرف جان فهمیدم. آیا کلید انباری در پس بوده در دستتون نیست؟ هست. چیکار میکنی؟ به من لازم شده است. اپا دوگانه هایم نگران شدند. رفته آنها رو فهمونم. مایلش بیرف اما دیر نکن. مایلش دیر نمیکنم.
صبح بخیر آقای خیریدین. شکر که چشمانتان را باز کردید. آیا غالب زنده است؟ بیماری که همراه شما آورده بودند؟ بله. از جوانان دیده با قوتر بوده اید. هر دویتان به زودی شفا یافتید. او را دیشب به اتاقی در مقابل بوده گذرانیدیم. غمگین نشوید، حالت او هم خوب است. خدا شفا دهد. رحمت. پدر با کجا؟ پدر خوردار نشوید. غالب در کدام اتاق؟ در اتاق 15. پدر التجا میکنم نرم، التجا میکنم. هرگز از قفای من نآید. امیر نگذار که یگان کس به اتاق درآید. برای کی را محافظت کردن گفتی؟ خیریدین، آیا این درد و عذاب تمام نمی شود؟ تمام می شود. وقتی که همش رو یک یک به من فهمانی، اما وقت تمام می شود. حتی فرزندانم از خیانتی کرده ای تو ضرر دیدن. آیا نمی بینی غالب؟ تو مگر کور شده ای تا وجدان من آرام نشود؟ با تو هم آرامی نیست. خیریدین، با تو چی گویم؟ میخواهی اقرار کنم پیش راهی منبع درآمد پولهایم را نگیر گفته تو را آگاه کرده بودم. ای حیاتم سوخت. وای بر حال من. ای تمامی سیر و اسرارم فاش می شود. پروردگار، پروردگار. عصبانی می نماید. یگان داروی آرام کننده دهم. نه دخترم نه. به این هم میمورم. یگان چیز لازم نمی شود. اگر کارهایم رو فهمد آقای خیردین مرا زنده نمیماند. نفهمیدم. اهمیت نده دخترم. با من یگان دارو فایده نمی کند. مرا غیر از خدا کسی یاری داده نمی تواند. برای پول شدم مرا تهمت کردی. خیریدین، تو از به حقیقت رفتی. من باشم پایبندی باطل شدم، بخیلی کردم. از زندگی و آسودگی تو بخیلی هم آمد. با عائلت بخیلی کردم. طاقت بالا رفتن در امنیت بودنت را نکردم. گویا که من سیاه شده تو پاک شده ایستاده بودی. برای همین بخیلی کردم، تو را تهمت کردم. این کار را به کمک دیگران کردن نمیتوانستی. از شعبه پلیس با تو کی یاری داد؟ از پلیس ها با تو کی یاری داد؟ گبزن آخیر. گبزن جناب رو رها کنید. خانم همشیره بیمارا در پدر آرام شوید. پدر رفتیم. پدر من حاضر می آیم. آرام شوید جناب.
جواب نمیدهد. این دختر در کجا باشد؟ شاید به بیمارخانه رفته باشد. خواطر نشو. بیهوده خودت رو خسته نکن. در اینجا یک چند ساعت همراه من میمونی، اما بعد به خانه اتان میروی. البته وقتی که پدرت پولی خواسته من رو بیارد، وگرنه یک حیات همراه من در این انبارخانه میمونی. خاموش. از کجا میتوانم کمی کاغذ دریافت کنم؟ از بالای میز میتوانید گیرید. نباید. بیا. با تو گفتم بیا. تو چی دیوانه شده ای مگر؟ چی میگویی؟ فهمیدم. بیا نباید بیا. هرچی میگویی زودتر بگو غالب. آیا میخواهی با شوهرت گویم که خانه‌ای که استقامت میکنید من خریدم؟ با تو چی دارو فایده نکرد؟ پس میخواهی از بالای خیریدین شکایت کنم؟ آیا میخواهی که این کارت را همچون دلیل با پلیس دهم و شوهرت با زندانی شود؟ برای زخمدار کردن انسان و خانه مرا به یغما بردن 5 سال زندانی می شود. این مراتب طاقت نمی کند. انیق می مرد. این را خودت می دانی. تو چی گفتنی هستی؟ شف نکن و اصلی گپ رو گپ زن. از من چی می خواهی؟ یک کار کن که شوهرت دیگر مرا تعقیب نکند. هم تو آرام شو و هم من خلاص شوم. نباشد تمامی قوام را یک استفاده می کنم. این زن در اتاق پدرم چیکار میکنه؟ یگان سوراخی هست که مور به اونجا ندر اومده باشد. سخن چینی در اومده است. سلام آقای میتحت. آها خیلی خوب می نمایید. خوب هستید پدر؟ خوبم. خوب. پدر آن زن نشه در کجاست؟ در خونه. بدتر می آید. شما هم در خانه استراحت میکردید. سرگردان شدید. اپای جانان کمتر پس به خونه می روند. من با شما میمونم. شما رو تنها گذاشته نمیخواهم. اگر نشی رو دیدی در حال به من زنگ زنید. میلش اپای جانان. خوب شده است جانکم. خواطر نشم. خبر میدیم. حالا هم گیده داری؟ کنی خیز اکنون خیز. دهانت را کشا. اگر از گرسنگی موری پس من پول رو گرفته نمیتوانم. کنی گیر. ای جینا حاضر تو رو بوغی کرده میکشم. اگر کشی پول رو گرفته نمیتوانی. خدا تو بر این آدم خورو. موری
مادر مادر فریده تو حالو هم نرفتی؟ رفته با شوهر و فرزندهایت اووره شو. ما هم روی امیر پدرت رو میبروریم. در اینجا ایستادنی تو یگان فایده ای نداره. خوب شد است مادر. ناجا گپ زدم. روز بخیر. لابای با میتاد گوندوغدو مکتوب آوردم. دوی موشونا 15 متوق. تشکری زیاد. بخشیش اپا جان. هیچ گپ نه. نشه اومد. حالو هم آماده است. مایلش خیلی. با میتاد گوندوغدو مکتوب آوردم. من دخترش هستم. مرحمت. سلامت. تشکر. این مکتوب رو به شما کی داد؟ کی روان کرد؟ وظیفه من مکتوب رو به سروغش رسوندن از کجا دونم؟ خدایا من چی کار کنم؟ امیر، تنها امیر میتواند به من یوری دهد. امیر داد نزن. چی شد؟ چی میخوایی؟ نشیر خواهرم رو دزدیدن. چی؟ بر عوضش پول میخواهند. چی کار کنم؟ التجا میکنم به من کمک کن. کاردار نشو. مادر بس کنید. در اینجا نوشته شده است که 80,000 لیره بیاره. خواهرم را زنده میماند. التجا میکنم گپ زنید. خدایا چی کار کنم؟ فهمو آروم شو. خواهرت رو میوبی. وعده میدیم. خطا کردی؟ اما بی سروسی من نشو. ایلوه کردن رو فراموش کرد. دادا جون شما رو بسیار یاد کردیم. ای تو جانکی من خوش آمدی. بیا بازی کنه. باید با دقت شوید بچه ها. باز دور نروید. بخیر است؟ برای چی آمده؟ اینجا به شما خوراک آوردیم. چه خیلی بازی میکنه؟ بیا اومد دوه مومینا. در اینجا دیگر چی بازی کرده میشود؟ مایلش کنی دویده. من توزه میکنم. بیا لطه کنیم. یاسین آمینه او چند جیغ زده ایستاده است. رفتیم. این صدا رو تو هم شنیدی؟ بله شنیدم. در درون چی باشد؟ در درون یگان حیوان است. ایستید. انا همین آدم.
چاکو نزدیکتر بیارید. فهمو کافیست. تشکری زیاد. نمیارزد. بیا میرویم. زودتر. یگون چیز رو نمیبینم. من هم. یاسی در اینجا چیکار میکنید؟ مادرتان شما را جیغ میزند نمیشنوید؟ امک جان از درون صدای چیزی میآید. بچه ها انا شما را گفته ایستادم. کنی رفتیم با امکتون خیر خوش کنید. امک جان از درون صدای کسی میآید. کی است؟ هیچ کس جانم، هیچ کس. صدای تلویزیون بلند است. من حاضر خاموش میکنم. کنی روید؟ زودتر روید. روید. مرا گوش کن. یک مرتبه دیگر اگر صدایت را بلند کنی هر دو گوشت را میبرم. فهمیدی؟ خواهرت را میابیم. خواطر نشو. با کجا میرویم؟ متاسفانه شخص انتقال کننده جای نام و نسب را آنقدر اهمیت نداده است. چیزی نوشته است. چی نوشته است؟ حسن گروغلی آدم شاخ بوده است. شاید پول را طریق الکترونی پرداخت کرده است. نه، پول را با دست داده است. میرویم. چی شد؟ ایزی انگوش رو یافتی؟ ریزه های سیاه دارو و پارو برای نهال ها رو یافتیم، اما ایزی انگوش رو نیافتیم. پارو برای نهال ها؟ بله، لیکن کافتکار رو ادامه میدیم. خوب مایلش، فهمو. باز زنگ میزنم. فهمو کمیسر. اگر یگون کس زنگ زند با من خبر بید. من خودم گفتگو میکنم. این بهتر است. فهمیدی؟ سراغه آخران با خواهرت رفته رو با من نویس. اگر بنش یگون کار شود چی؟ خواهرت را میابید. برای پول او را دزدیدند. تا گرفتن پول او را زنده نگاه میداشت. دنیا عجیب است. آدمی که با تو دشمنی داره امروز خسته دخترش رو نجات میدهد. و خاطری تو میکنم. و این چنین البته وظیفه هم هست. تو بازدید. چی شد؟ چرا گریه میکنی؟ تو چرا زنگ نزدی؟ نشه در کجا است؟
نشه رو دزدیدن. چی؟ نشه رو دزدیدن؟ او این گپ باز از کجا برآمد؟ با پدرم مکتوب روان کردن، گفتن که 800,000 لیره دهید. خدا، پدرت خبر دارد؟ تقدیر رو بینیده، این مراتب دلش میزند. پدرم خبر ندارن، مکتوب رو منگ شده. پس حالا چی کار میکنیم؟ این خبر رو با پدرت چخیر میگوییم؟ نه بای جان، خبر ندهید. نه خدایا. آقای خیردین، فرزندانمون نیست رو خاطر خسته نباش کردن. خانم، من خوب هستم. انا میبینی که با خونه آمدم، اکنون باز خوبتر میشم. امیر، اون به تربیه روی افتید؟ کی او رو دزده باشد؟ انیق خودش گریخته است. مادر، اون نام دارد، نامش نیشه. نیشه کی است؟ دختری غالب را دزدیدن، پول میخواهند. خیر میلش. چی؟ آیا غالب از این خبر دارد؟ هنوز نه. مکتوب رو یاسمان گشوده است. این خبر را تا حال با پدرش نگفته است. باید که بگوید. شاید که پدرش از پلیس دیده کار رو زودتر حل کند. راست میگویی. خیر میلش، پدر مرا اجازه دهی. باید یک دو چیز را از خانه گیرم، بعد به جای کار میروم. اوید این حادثه در سرم چندین شبهه ها پیدا شده است. بخیر باشد. نوارای خیابان یلدیز رو دیدید؟ آخران مراتبه به این خیابان رفته بوده است. دیده ایستادم کمیسرم. میلش، تشکر. سلیم، تو از پی کارت شو، من خودم میشینم. برای کار کمیسر. سلامت باش. ای برادر، زودتر همون حجت ها رو بیار. سلیم جان، لطفاً این حجت ها رو به دویم آشنا ببر. برادر لطفاً زود باشید، آخر دیر شده ایستاده. زود باشید. زود باشید بچه ها، وقت رفته ایستاده است. اکایی شهر. تو چی کار کردی ها؟ من از این کار میترسم. با زنگم جواب ندادی، به اینجا اومدم. در خونه زیخ شدم. باید به پدرم خبر دهم. امیر، خبر نده. من حل میکنم. تو به خونه برگرد. از من منتظری خبر باش. نه، من همه روم. التجا میکنم امیر، آخر او خواهر من است. من باید روم. یاسمان مرا گوش کن. التجا میکنم امیر. میلش میرویم. مرا گوش کن. برابرت گپ زن. دخترش در دست من است. اگر 80,000 لیره دید دخترش رو میگیرد. نباشد تو کیستی؟ الو. جواب ده. کی رو زنگ زدید؟ یاسمان،
ҳамроҳи ман омадан хости омадӣ. илтиҷо мекунам иҷоза деҳ корамро кунам. саволи бисёр надӣ. ман худам медонам чӣ кор. майлаш ваъда медиҳам хомӯш нестам. دخترها در خانه نیستن؟ نشه در کجاست؟ یاسمن در کجاست؟ در راه هستند. حاضر می آیند. خدایا توبه. این خودش چی گپ است خانم جانان؟ آیا آنها نمیدونستند که پدرشان از بیمارخانه میبراید؟ زنگ زن زودتر بیایند. در حال زنگ میزنم. مرحمت خوش آمدید. خوش باشید. راهبر در خانه است؟ بله در خانه. خدا شفا دهد. و گفتی شما کیو را دزدیده است؟ چی میگویی؟ کی را دزدیده است؟ دخترتون را دزدیدند که؟ چی؟ چی سفسطه میخونی تو؟ کمی پی به من زنگ زده که شما خبر ندارید؟ گفت که برای صدگوی 80,000 لیره کرد دخترش را میدهم. کدامش را؟ نیچه رو؟ چه خیل از من پنهان میکنید؟ نخواد این خیل حادثه را پنهان کنید. آیا به پلیس مراجعت کردید؟ نه به پلیس مراجعت نکردیم. یاسمن به امیر خبر داده است. حالا باشد یک جای جستجو دارد. از پسری دشمنی جانی هم مدد خواسته است؟ با قدم روی. آیا این دختر عقلش را گم کرده است؟ و بالا برایید که شما را نبینم. الو، 1 ساعت پس پول رو به محله پاشم بیارید. گفت که 1 ساعت پس پول رو به محله پاشون بیارید. $80,000 لیره. 80,000. این مقدار پول عجیب است. و یگان شخص عادی است. یا احمق است یا اینکه خودش را هوشیار می حسابد. لیکن این شخص می داند که در دست من این مقدار پولی نقد تیار است. در حال رفته از دفتر 80,000 را گیر. رقم های پول را در یگان جا قید کرده بعد پول را ده. فهمیدی؟ فهمیدم. الو؟ چی شد امیر؟ اکا یاشر؟ کمی پیش در اینجا بود. انا با ماشین سوار شده رفت. آیا خبر نداری که موقتا کار را بس کرده است؟ او را من کرده نمیتوانم. الکی رفت. چی شد؟ الو؟ امیر؟ الو؟ خاموش کرد. گپ زن از دنبالی که میرویم. التجا میکنم گپ زن.
التجا میکنم یاسومن خاموش. کجا گم شده رفت؟ اگر از پی کدام ماشین رفتن امون رو میگفتی من هم به شما کمک میکردم. چرا با من خبر نمیدهید خانم جانان؟ آیا من نگفتم که وظیفه شما امنیت این خانه و دخترهایم هست؟ گفته بودید. در کجای یاسومن؟ کمتر پس زنگ میزنم پدر. مرا گوش کن. اگر به یک تاری موی نیشه ضرر رسد حسابش رو از تو میپرسم. همه این حادثه ها از برای ما با آمد یا اینکه از برای شما؟ ما نمیدونیم، لیکن شما میدونید. گپ زنید پدر، خواهرم را کی دزدیده است؟ چرا اونها از شما پول میخواهند؟ چرا؟ این چه خیلی گپ زدن است؟ پدر، اقلا یک مرتبه حقیقت را گپ زنید. سخنهایی که در حق شما میگویند راستند. میدونستید که پدری امیر دشمنی شما بوده است، همین خیل. برای همین گفتید که به خواستگاری نوایند. یکی شما رو با کرد میزند، دیگری نیشه رو میدوزد، از شما پول میخواهند. حالا باشد وقتی فهمونده نیست. پدر، حقیقت رو فهمیدن میخواهم. دمت را گیر. بالا زدن. در جای چی؟ مرا انتظار شد. اون را آوردی؟ تو دختر را آوردی؟ ایستید. دستایتان را بالا کنید.